به نام خدا. مبحث جیم از درس 1 کتاب فارسی عمومی دانشگاه پیام نور. کشته شدن سهراب به دست رستم. پیشتر مباحثی رو درباره شاهنامه، تقسیم بندی، دوره ها و وزن و جایگاه و خاستگاه شاهنامه در درس 1 قسمت الف مبحث الف صحبت کرده بودیم. بنابراین من دوستان دانشجو رو توجهشون رو جلب میکنم به این که در مبحث همون موضوع مراجعه بکنن و همین رو اونجا پی بگیرن. اما آنچه که در این مبحث ارائه خواهیم داد، کشته شدن سهراب به دست رستم، به این صورت بود. خلاصه داستان که رستم به دشت سمنگان رفته بود، به نخشیرگاه رفته بود و از میان گوره خران گوره خری رو شکار کرد و مشغول بعد از شکار به خواب رفت. سپاهیان تورانی رخش رستم رو دزدیدند و بعد از اینکه بیدار شد به دنبال رخش گشت، وارد دشت سمنگان شده بود. پی رخش رو که گرفت، سپاهیان تورانی با او برخورد کردند، او رو به نزد شاه سمنگان بردن. شب رو در اونجا او رو دعوت کردند به بزم و در میهمانی شاه سمنگان اونجا میهمان شد و دختر شاه سمنگان رستم رو دید و به او علاقه‌مند شد. نیمه‌های شب به سرای او رفت و اعلام دلبستگی و علاقه به رستم کرد. موبدی بخواستند و در حقیقت به رسم و آیین زردشتی این تهمینه دختر شاه سمنگان به عقد رستم در آمد و حاصل این ازدواج و این تأثیرگذاری یک شبه فرهنگ ایرانی و این صلابت و این دینامیسم و قدرت تأثیرگذاری این میشه که فردا وقتی که رستم از دیار شاه دشت سمنگان میخواد به ایران برگرده، به تهمینه این گونه مطرح میکنه که اگر تو پسری به دنیا آوردی، این تسمه و مهره‌ای که به بازو میبستن این رو بگیر و به بازوش ببند، و اگر دختری به دنیا آوردی این رو بگیر و به گیسوانش ببند، و به ایران برمیگرده. در حقیقت بعد از 9 ماه وقتی که این فرزند به دنیا میاد، پسر میشه. چون 1 ماه بود همچون 1 سال بود. 1 ماه که نشده بود برشون بر رستم زال بود. سینه و اندامش و هیکلش نشون میداد که این از یک نژاد محکم، استوار و تنومند و پهلوان زاده‌ای باید باشه. مدت‌ها بعد این فرزند بزرگ میشه، 10 ساله که میشه، به گزارش شاهنامه و فردوسی همچو 30 سال بود. انقدر قدرتمند بود. یا در جای دیگری مطرح مونه چو خندان شد و چهره شاداب کرد، همون 1 ماهگیشو میگه. ورا نام تهمینه سهراب کرد. تهمینه بعد از 1 ماهگی وقتی که بچه صورتش گل انداخته بود و تازه شکل و شمایلش به کسی مانسته میشد و سرخی در صورتش نمایان شد، سهراب در لغت به معنای سرخاب هست. سرخاب همون که گلگونه‌ای که باش صورت رو در آرایش سرخ میکنن و قرمز میکنن و سرخ میکنن نشون میده. این از همون ریشه است. سهراب در حقیقت شکل دیگر سرخاب هست. این کودک چون صورتی و چهره‌ای افروخته داشت، او رو سهراب نام نهاد. چون 1 ماه بود، در حقیقت رسم بر این بود که فرزند وقتی 1 ماه میشد، شکل و شمایلش به کسی مانسته میشد یا به چیزی مانسته، اون موقع براش نامگذاری میکردن. این گونه نبود که همون روزی که دنیا میاد نامگذاری بکنن. او رو سهراب نام نهادن. به هر حال این پسر بالنده شد و بزرگ شد و مادر در 10 سالگی از مادر پرسید که من فرزند کی هستم؟ گفت شما فرزند رستم هستی، پهلوان ایرانی. اما این حکایت رو به افراسیاب نباید بگی که افراسیاب تورانی ممکنه کینه‌ای بکنه و خود ای بکنه از این مورد، چون دشمن پدر توست. و
سهراب در فرایند ذهن نوجوانی خودش این گونه ترسیم کرده بود، طرحی، نقشه‌ای و پلانی رو تهیه کرده بود و به مادر گفت چرا من و پدر به این عظمت و افتخار و بالایی نرسیم و به این والایی نرسیم. من پدر رو پیدا میکنم، کاووس شاه ایران رو از سلطنت کنار میگذارم، برش فائق میایم و پدر پادشاهی ایران رو به عهده میگیره و بر افراسیاب چیره خواهیم شد، دست در دست هم می نهیم با پدر، بر افراسیاب تورانی پیچیره خواهیم شد و اونگاه در حقیقت همه چیز در اختیار سپاه ایران، قدرت ایران و اون جایگاه و منزلت ایرانی هست. از طرف دیگری کاووس شاه سهراب وقتی سپاهی تهیه کرد، از سپاه تورانیان و افرادی رو با خودش تهییج کرد و به طرف ایران می آمد، افراسیاب از این موضوع آگاهی یافته بود و در حقیقت به سپاهیانش و به هوشیوارانش و به نزدیکان خودش، تیم تجسسش، گفت که کاری بکنید که نکنه این پسر پدر رو بشناسه و در این جنگ اگر پسر بر پدر فائق میاد، ما دشمن کهنه و تنومند و بزرگی رو از بین بردیم در حقیقت. و اگر وقتی که از این جنگ برگشت این پسر، ببندید یک شب بر او خواب را. اون موقع در خواب رو بر کسی بستن کنایه از این است که اون فرد رو در خواب بکشید و جانش رو بگیرید. شبانه خواب رو بر اون میبندیم و این هم میکشیم. هم از شر پدر راحت میشیم، هم از شر فرزند. در حقیقت 4 عنصر اساسی برای ساخت، یا 3 عنصر اساسی که به تعبیر من 4 تا برای ساخت و شکل این تراژدی نقش اساسی دارن. یکی از عناصر مهمش همون گام اوله، همینی که ما مطرح میکنیم که کشته شدن سهراب به دست رستم. این فضایی که در مقدرات اتفاق میفته، این قضا و قدر محتومی که باید پسر به دست پدر کشته بشه و این اجل مسمایی که به هیچ عنوان هیچ عواملی که در داستان هستن کنار هم چیده میشن و فردوسی تلاش میکنه تا این عناصر کمک کنه که این اتفاق نیفته، اما جای جای داستان خودش به عنوان راوی داستان، به عنوان زاویه دید داستان وارد عمل میشه و خودش کمک میکنه به موضوع تا اتفاق بیفته. اینها همونی است که ما بهش میگیم قضا و قدر. پس عامل اول در شکل‌گیری این تراژدی قضا و قدر است. عامل دوم بدذاتی افراسیاب هست، از اون جهت که نمیخواد پسر پدر رو بشناسه. عامل سوم از طرف دیگری کاووس شاهه که میترسه از این که پسر و پدر دست در دست هم بنهند و نکنه این قدرتی بشه که برای تخت و تاج او و پادشاهی او خطری محسوب بشه. و عامل بعد اینه که در راستای همون قضا و قدر سر نخ از دست سهراب میره. چگونه میره؟ زنده رزم دایی سهراب وقتی که سهراب سپاه را آراسته کرده که حرکت کنه به جانب ایران برای جستجوی پدر، مادر بهش میگه پسرم شما باید یک نشانه‌ای با خودت داشته باشی. اون نشانه اونه که مهره‌ای که بر بازوت بستم این نشانه پدر تو، این یادگار از پدرته، بدار و ببین تا که آید بکار. از طرفی دایی تو، یعنی برادر تهمینه، دایی تو زنده رزم پدرتو میشناسه، این دایی با تو باشه تا پدر رو به تو معرفی بکنه. اگر در جای هم رو در رو قرار گرفتید، او به شما بگه که پدر کدوم یک از این پهلوانان هست. و حرکت میکنن میان. این 4 عامل اساسی که از این تراژدی رو شکل میده. و آخر داستان اون بدذاتی که کاووس شاه میکنه که در فرستادن در حقیقت نوشدارو تأخیر میکنه، تعلل میکنه، کوتاهی میکنه و نوشدارو دیر میرسه و پسر روی دست پدر جان میسپاره. این تراژدی که یکی از برجسته ترین داستانهای حماسی و تراژیک جهان هست و بسیار قدرتمند فردوسی اون رو پرداخته، در حقیقت شاهکاریه که بر تارک ادب فارسی درخشیده، میدرخشه و خواهد درخشید. جریان اتفاق میفته در بین راه. شبی در خیمگاهی رستم آوازه این پهلوان جوان رو شنیده و رستم به کاووس میگه که مطرح میکنه که من از دختر شاه سمنگان فرزندی دارم، نکنه این فرزند با نشانه هایی که دادن داره به سمت ایران میاد این فرزند من باشه، من برای شناخت او برم. در حقیقت پدر هم برای شناخت پسر میاد و مقدرات باز اجازه نمیده اینها همو بشناسن. در بین راه سهراب گردآفرین
این دختر غیور رو میبینه، نبردی هم با او داره. در بین راه اتفاقاتی که داره میفته، اگر ما این روند داستان رو، سیر روایی داستان رو کنار هم بچینیم، بعد متوجه میشیم که قضا و قدر چه نقش اساسی در شکل‌گیری این تراژدی دارن. سهراب میاد در بین راه بعد از نبرد با گردآفرین، بعد از اون رشادت‌ها و آوازش به گوش کاووس شاه رسیده، رستم حرکت کرده بیاد او رو پیدا بکنه. در این تضاد و رو در روی فرهنگ کهنه و نو، رستم نماد فرهنگ کهنه است، کهنه، و سهراب نماد فرهنگ نوه، اینا کهنه و نو در مقابل هم قرار میگیرن. در همون شبی که در خیمگاه سهراب بزمی برپا شده و این نوجوان بر تخت نشسته، آنچنان که وقتی رستم در تاریکی شب میره و این رو در روی تخت میبینه، وحشتی وجودش رو میگیره، سخت میترسه از این موضوع که عجب جوان برومند و قدری هست. زنده رزم اومده تا سر و گوش آب بده که کسی شبیخون به خیمه نزنه، به خیمگاه و لشکرگاه نزنه. کسی رو در تاریکی میبینه، رستم رو میبینه، به اون میگه بیا در روشنایی تا ببینم. رستم نمیپذیره و این درگیری باعث میشه که رستم مشتی میزنه و او رو میکشه و زنده رزم که سرنخ اصلی این داستان هست و در حقیقت برگ شناسایی و برگ سبزی هست برای وارد شدن به مدخل شناسایی پدر و پسر، از بین میره. و اینجاست آخری سرنخ از بین میره. در هر حال اتفاق میفته تا روزی که اینها پدر و پسر در مقابل هم میستن. پسر مطرح میکنه که تو رستم نیستی؟ رستم میگه نه، او یک پهلوانیه. رستم پهلوانی در سیستانه، من اصلا در قد و قامت او نیستم، من کهترم، او رستم، من کهترم، من کوچکتر از اونیم که اسم خودم رو رستم بذارم. و پسر مدام در دلش این بارقه زده که نکنه پدرم باشه. به همین دلیل در ارکان درگیری یک بار وقتی که پدر رو به زمین میزنه، در کشتی که تن به تن با هم سر و شاخ میشن، پدر رو به زمین میزنه و روی سینش که نشسته خنجر رو میکشه اما نمیزنه، دستش میلرزه، نمیخواد بزنه و مطرح میکنه، شک میکنه، تعلل میکنه، کوتاهی میکنه در اینکه زخمی بزنه به پدر. او مطرح میکنه که در آیین مهر، در آیین ما، در آیین پهلوانی ما این گونه نیست که کسی رو بار اول که به زمین زدی همون لحظه او رو بکشی و سر از تنش جدا بکنی، بلکه باید 3 بار این اتفاق بیفته. اما همین که در مهلت بعدی اینها با هم درگیر میشن و روز شب میشه، داستان تموم میشه، فردا با هم قرار میگذارن از خیمگاه به لشکرگاه بیان و 2 پهلوان مقابل هم بایستن، از اسب پیاده میشن و سر و شاخ میشن. به قول اصطلاحات کشتیگیرای امروز 2 کشتیگیر سر و شاخ میشن و دست میندازن، همون وزن میکنن، عیار میکنن وزن یکدیگر چه مقدار هست و این موضوع باعث میشه که فاصله داره بیشتر میشه، عوامل از بین رفته و اینها ممکنه تا هر لحظه اتفاقی بیفته و همدیگر رو نشناسن. اتفاق میفته، درگیری شروع میشه و رستم تجربه کرده که نباید خطا بکنه. اگر این یک بار پسر رو زمین زد، پهلوان رو زمین زد، پهلوان جوان رو، باید کار رو تموم کنه. به همین دلیل همین که جوان رو به زمین میگزنه و روی سینه‌اش میشینه و بلافاصله فوراً بدون تعلل خنجر رو از میان در میکشه و به پهلوی جوان میزنه و بو رو از پا در میاره، به خاطر که فرصتی نیست. اگر فرصت دیگری اتفاق بیفته، جوان فائق بیاد، کار رستم تمامه. و اما روایت داستان از زبان ارزشمند حضرت ابوالقاسم فردوسی. دگر باره اسپان ببستند سخت، به سر بر همی گشت بدخواه بخت. به کشتی گرفتن نهادند سر، گرفتند هر دو دوال کمر. هر آنگه که خشم آورد بخت شوم، کند سنگ خارا به کردار موم. سرافراز سهراب با زور دست، تو گفتی سپهر بلندش ببست. غمی بود رستم بیازید چنگ. مکس در همین جاست، غمی بود، بعد رستم بیازید چنگ. غمی بود رستم بیازید چنگ، گرفت آن بر و یال جنگی پلنگ. خم آورد پشت دلیر جوان، زمانه بیامد نبودش توان.
زدش بر زمین بر به کردار شیر، بدانست کو هم نماند بزیر. سبک تیغ تیز از میان برکشید، بر شیر بیدار دل بردرید. بپیچید زان پس یکی آه کرد، ز نیک و بد اندیشه کوتاه کرد. بدو گفت کین بر من از من رسید، زمانه به دست تو دادم کلید. تو زین بی گناهی کین کوش پشت، مرا برکشید و به زودی بکشت. به بازی بکویند همسال من، به ابر اندر آمد چنین یال من. نشان داد مادر مرا از پدر، ز مهر اندر آمد روانم به سر. هر آنگه که تشنه شدستی به خون، بیالودیان خنجر آبگون. زمانه به خون تو تشنه شود، بر اندام تو مو تشنه شود. در مورد این دو بیت من البته مطرح بکنم که در خلال توضیحاتم خواهم گفت که این دو بیت در برخی از شاهنامه ها نیومده، اما در شاهنامه، مثلا در شاهنامه جناب آقای دکتر استاد ارجمند حضرت آقای دکتر دبیر سیاقی نقل نشده و به صورت دیگری آمده. بعضی گفتن الحاقی هست و بعضی گفتن در به قول ظفرنامه مستوفی اونجا مطرح کرده که اون مضمون کلی این دو بیت انتقام جوییه، یعنی اگر ناراحت میشد رستم به هر قیمتی که بود انتقام میگرفت. بعداً توضیح خواهم داد. زمان کنون گر تو در آب ماهی شوی، وگر چون شب اندر سیاهی شوی. وگر چون ستاره شوی بر سپهر، ببر ریز روی زمین پاک مهر. بخواهد هم از تو پدر کین من، چو بیند که خاک است بالین من. از این نامداران گردن کشان، کسی هم برد سوی رستم نشان. که سهراب کشتست و افکنده خوار، تو را خواست کردن همی خواستار. چو بشنید رستم سرش خیره گشت، جهان پیش چشم اندرش تیره گشت. بپرسید زان پس که آمد به هوش، بدو گفت با ناله و با خروش. که اکنون چه داری ز رستم نشان، که کم باد نامش ز گردن کشان. بدو گفت اریدون که رستم تویی، بکشتی مرا خیره از بدخویی. ز هر گونه ای بودمت رهنمای، نجنبید یک ذره مهرت ز جای. چو برخاست آواز کوس از درم، بیامد پر از خون درخ مادرم. چو برخاست آواز کوس از درم، بیامد پر از خون درخ مادرم. همی جانش از رفتن من بخست، یکی مهره بر بازوی من ببست. مرا گفت کین از پدر یادگار، بدار و ببین تا که آید بکار. کنون کارگر شد که بیگار گشت، پسر پیش چشم پدر خوار گشت. همان نیز مادر به روشن روان، فرستاد با من یکی پهلوان. کجا نام آن نامور زند بود. این کجا به معنایی که در سبک خراسانی و در سبک زبانی فردوسی. که نام آن نامور زند بود. کجا نام آن نامور زند بود، زبان و روان از در پند بود. بدان تا پدر را نماید به من، بدان تا پدر را نماید به من. سخن برگشاید به هر انجمن. چون نامور پهلوان کشته شد، مرا نیز هم روز برگشته شد. کنون بند بگشای از جوشنم، برهنه نگه کن تن روشنم. چو بگشاد خفتان آن مهره دید، همه جامه بر خویشتن بردرید. همی گفت که ای کشته بر دست من، دلیر و ستوده به هر انجمن. همین ریخت خون و همی ریخت خون و همی کند موی، سرش پر ز خاک و پر از آب روی. بدو گفت سهراب کین بدتریست، به آب دو دیده نباید گریست. از این خویشتن کشتن اکنون چه سود، از این خویشتن کشتن اکنون چه سود. چون این رفت و این بودنی کار بود. چو خورشید تابان ز گنبد بگشت، تهمتن نیامد ز لشکر به دشت. ز لشکر بیامد هوشیوار بیست، که تا اندر آورد گه کار چیست. دو اسپ اندر آن دشت بر پای بود، پر از گرد رستم دگر جای بود. دو تا اسپ ایستاده بودن، گرد و خاک همه جا رو گرفته بود و این دو تا اسبی بودن، گرد و خاک همه جا رو گرفته بود. موضوع اینجا اشاره میکنه دو تا اسب بی سوار، سوار بر اسب‌ها نبود. بنابراین ندیدن که رستم کجاست. رستم دگر جای بود یعنی نمیدونیم رستم، معلوم نبود که رستم کجاست. شارحین باید به این نکته توجه بکنن که معلوم نیست، نه اینکه معناهای دیگری که شده اونها خیلی سنجیده نیست. گمانشان چون
گوی پیلتن را چو بر پشت زین، ندیدند گردان بر آن دشت کین. گمانشان چنان بود که او کشته شد، سر نامداران همه گشته شد. به کاووس کی تاختن آگهی، که تخت مهی شد ز رستم تهی. ز لشکر برآمد سراسر خروش، زمانه یکایک برآمد به جوش. بفرمود کاووس تا بوق و کوس، دمیدند و آمد سپهدار توس. از آن پس بدو گفت کاووس شاه، کز ایدر هیونی سوی رزمگاه. بتازید تا کار سهراب چیست، که بر شهر ایران بباید گریست. پیکی بفرستید، قاصدی بفرستید، ببینید جریان چیه، چه اتفاقی افتاده. اگر کشته شد رستم از چنگ او، از ایران که یارد شدن تنگ او. به انبوه زخمی بباید زدن، گروهی حمله کنید، بر این رزمگه بر نشاید بودن. چو آشوب برخاست از انجمن، چون این گفت سهراب با پیلتن. که اکنون که روز من اندر گذشت، همه کار ترکان دگرگونه گشت. همه مهربانی بدان کن که شاه، سوی جنگ ترکان نراند سپاه. که ایشان ز بهر مرا جنگ جوی، یکا یک به ایران نهادند روی. سپاه توران یک یک به خاطر من اومدن جنگ. به پدر بگو دیگه کاری با اینها، سفارش بکن به کاووس که کاری با اینها نداشته باشه. بسی روز را داده بودم نوید، بسی کرده بودم ز هر در امید. نباید که بینند رنجی برا، مکن جز به نیکی بدیشان نگاه. نشست از بر رخش رستم چو گرد، نشست از بر رخش رستم چو گرد. پر از خون رخ و لب پر از باد سرد. بیامد به پیش سپه با خروش، دل از کرده خویش با درد و جوش. چو دیدند ایرانیان روی او، همه برنهادند بر خاک روی. ستایش گرفتند بر کردگار، کو زنده باز آمد از کارزار. چو زان گونه دیدند پر خاک سر، دریده بر و جامه و خسته بر. به پرسش گرفتند کین کار چیست، تو را دل بر این گونه از بهر کیست. به خاطر کی این گونه دلفگار و دل شکسته هستی. بگفتن شگفتی که خود کرده بود، گرامی تر خود بیازرده بود. همه برگرفتند با او خروش، زمین پر خروش و هوا پر ز جوش. چنین گفت با سرفرازان که من، نه دل دارم امروز گویی نه تن. شما جنگ ترکان مجویید کس، شما جنگ ترکان مجویید کس. همین بد که من کردم امروز بس. چو برگشت از آن جایگه پهلوان، بیامد بر پور خسته روان. بزرگان برفتند با او به هم، چو طوس و چو گودرز و چون گست هم. همه لشکر از بهران ارجمند، زبان برگشادند یک سر به پند. که درمان این کار یزدان کند، که درمان این کار یزدان کند. مگر کین سخن بر تو آسان کند. یکی دشنه بگرفت رستم به دست، که از تن ببرد سر خویش پست. بزرگان بدو اندر آویختند، ز مژگان همی خون فرو ریختند. همه خون گریه میکردن وقتی پدر داغدار رو دید. بدو گفت گودرز که اکنون چه سود، که از روی گیتی برآری تو دود. تو بر خویشتن گر کنی صد گزند، چه آسانی آید بدان ارجمند. اگر ماند او را به گیتی زمان، بماند تو بی رنج با او بمان. وگر زین جهان این جوان رفتنیست، به گیتی نگه کن، به گیتی نگه کن که جاوید کیست. شکاریم یک سر همه پیش مرگ، شکاریم یک سر همه پیش مرگ. سری زیر تاج و سری زیر تاج. شاید بعد از قرائت متن بیشتر با من همراه بشید و بیشتر متوجه بشید که وقتی مطرح میکنیم یکی از تراژیکترین و غمبارترین غمنامه هایی که در حوزه تاریخ فرهنگ و ادبیات ملل ساخته شده، این ارزشمندترین، اگر بین یک دوی اول بررسی بکنیم باید جز یک دوی اول باشید. اثر بسیار ارزشمند. این زبان فصیح، این دردی که انسان رو با خودش همراه میکنه، این آه که در سنت‌های ادبی ما بحث خواهیم کرد که آه سرد، آه گرم، چگونه تلفیق این دو آه با هم اون فضای تراژیک داستان رو غنی میکنه و غمبارش میکنه و پر از دردش میکنه.
دگر باره اسبان رو سخت ببستن. سخت بستن قیدیه که مؤکد فعله و فعل رو تأکید کرده. این شیوه زبانی هم از قابلیت‌های شیوه زبانی و قابلیت‌های زبان فردوسی در شاهنامه است. قیدی مثل سخت رو برای تأکید فعل میاره. به این نکته توجه بکنید. به سربر همی گشت بدخواه بخت. نصرش بکنید تا به معنا برسیم. بخت بدخواه به سربر همی گشت. انگار که اصطلاح امروزی، انگار اجل دور سرش میچرخید. انگار که اجل دور سرش میچرخید. بدخواه بخت، بخت شومه که استعاره مکنیه هست. استعاره مکنیه در حقیقت استعاره است که مستعار له شما در قالب یک انسان خودش رو نمایان میکنه و انگار که یک شخصیت انسانی است که ما صفتهای انسانی رو به اون نسبت میدیم. بخت که انسان نیست. داس مرگ که نمیتونه انسان باشه، ولی انگار که انسانی است که داس از لوازم انسانی در دست اوست. به کشتی گرفتن نهادن سر. امروزه در کشتی مطرح میکنن دو کشتیگیر سر و شاخ شدن. سر نهادن، سر روی شانه یکدیگر میگرفتن و دستها رو در هم قفل میکردن. در حقیقت کمربند هم رو هم میگرفتن، یک وزنی میکردن و این باعث تضعیف اون قوای آمادگی پهلوان میشه. گرفتند هر دو دوال کمر و کمربندها رو گرفتن. اون تسمه کمر رو، دوال کمر، دوال به معنای تسمه است، اون رو گرفتن. هر آنگه که اینجا فردوسی وارد داستان میشه. تا اینجا شخصیت ها در حقیقت فردوسی گهگاه به ضرورت فضای داستان وارد عمل میشه و فضا رو داستان در دل داستان میکنه، نقل در دل نقل میکنه تا فضا رو بسیار زیباتر جلوه بده، یعنی فضا سازی میکنه به قول امروز. هر آنگه که خشم آورد بخت شوم، کند سنگ خارا به کردار موم. بعد در توصیف اون بیت اول که میگه به سر بر همی گشت بدخواه بخت، در حقیقت این بیت سوم توصیف مصرع اول از بیت اوله. داره میگه وقتی که اجل دور سرشون داشت میچرخید، انگار که بخت شوم اومده بود و وقتی بخت شوم بیاد سنگ خارا رو مومش میکنه، سنگ سخت رو نرم میکنه. این عجله. این همون قضا و قدری که ما در آغاز داستان عرض کردیم. بین خارا و سنگ خارا و موم یک تضاد، یک طباق وجود داره. آرایه تضاد و طباق وجود داره که در علم بدی مد نظر هست. سرافراز سهراب بازورده است. سهراب سرافراز بازورده است. قوی پنجه. بازورده است یعنی قوی پنجه. سهراب هم در مورد ریشش براتون صحبت کرده بودم، به معنای سرخاب، کسی که صورتش گلگونه. تو گفتی انگار که سپهر بلندش، سپهر بلند دست او را ببست، یا سپهر بلند او را ببست. اون شین نقش مفعولی داره. غمی بود. نهاد جمله کیست؟ کی غمگین بود؟ سهراب غمگین بود. غم اینجا به معنای غمی که متعارف ما میشناسیم نیست، در فکر بود، نگران بود. رستم بیازید چنگ. رستم از این فرصت استفاده کرد و دست انداخت و گردن پهلوان رو گرفت. چنگ، یازیدن، ترکیب فعلی شماست. گرفت آن بر و یال جنگی پرند. بر و یال ترکیب عطفی است. پیشتر در مورد ترکیب‌های عطفی صحبت کردیم. ترکیب‌هایی که دو جزء با واو و هم معطوف میشن اما معنا دارن. اما در ترکیب اتباعی چی بود؟ یکی معنادار بود، یکی معنادار نبود. جنگی پلنگ صفت مرکبیه که جانشین اسم شده، یعنی پهلوانی که مثل پلنگ جنگی بود که در حقیقت استعاره از سهراب هست. غمی بود رستم بیازید چنگ. نه، تأکید میکنم که نهاد غمی بود کی است؟ سهراب غمگین بود، رستم از این نگران بود، رستم از این فرصت استفاده کرد و حمله کرد و برویال در حقیقت مطلق گردن پهلوان جنگی و پلنگ جنگی ما رو گرفت و به زیر آورد. خم آورد پشت دلیر جوان. پشت پهلوان جوان رو، کمرش رو خم کرد، به زمین زدش.
فردوسی وارد عمل میشه. زمانه بیامد نبودش توان. زمانه توان رو از این جوان گرفته بود، انگار که اجل رسیده بود. زمانه بیامد ترکیب فعلی شما در معنای کنایی میشه اجلش رسیده بود. زمانه آمدن اجل رسیده بود، نبودش توان. و وقتی که اجل برسه دیگه کاری از دست کسی ساخته نیست. زدش بر زمین بر به کردار شیر. مانند شیر، ادات تشبیه به کردار است، مانند شیر او را، اون شین مفعول شما میشه. چه کسی را؟ سهراب را بر زمین زد. بدانست کو هم نماند به زیر. متوجه شد و دانست که این فرصت رو باید استفاده کنه، وگرنه او همون زیر نمیمونه. بنابراین باید همین لحظه کار رو تموم کنه. سبک تیغ تیز از میان برزید. سبک قیده، یعنی فوراً. تیغ تیز مجازاً خنجره. از میان از سر کمر بیرون کشید. بره شیر بیدار دل بره. شیر بیدار دل کنایه از سهرابیه که روشن ضمیره. ما در سنت ادبی باید بدانیم که جوان روشن ضمیره، لوح وجودش پاک آراسته است، بنابراین بهش میگن روشن ضمیر و این صفت جوانه. بپیچید زان پس یکی آه کرد. وقتی که خنجر به پهلو یا سینه پهلوان جوان اصابت کرد، از درد به خودش پیچید. بپیچید زان پس و بعد از آن آهی کشید. دوستان توجه بکنید که شناخت سنت‌های ادبی برای فهم ادبیات و برای فهم تاریخ فرهنگ یک ملت ضرورت داره. سنت ادبی یعنی چی؟ یعنی اینکه خواننده و علاقمند به حوزه ادبیات باید سنت‌های ادبی رو شناسایی بکنه. حالا این سنت‌ها چی هستن؟ مجموعه‌ای از آداب و رسوم و مؤلفه‌های آموزشی که در یک فرهنگ جای خودشون رو دارن و در همه دوره‌ها به یک معنا، در یک جایگاه، در یک ساختار، در یک خاستگاه استفاده میشن. ما نمیتونیم بگیم آه قرمز کشید. همچین چیزی در سنت‌های ادبی ما گفته نشده. بنابراین استفاده کردن از آه سرخی کشید تعبیر غلطیه. اما وقتی میگیم آه کشید، ما دو نوع آه داریم: آه سرد، آه گرم. آه سرد آه مظلومه، از سر ظلمی که برش شده آه سرد میکشه. آه گرم آه عاشقه. قدما اعتقاد داشتن که عاشق وقتی که جگرش میسوزه از عشق، تف جگر بالا میاد و گوشه های دهنش تبخال های ریزی میزنه. این رو میگفتن از اون تب که در متون، در کتاب هایی که حوزه طب دوره اسلامی هستن، اینا مفصل بهشون اشاره شده. و بعد از این مرحله این حرارت و تف جگر بالا میاد، به سقف ملاج یا دماغ میخوره و با در تعارض با هوای بیرون که خنک‌تر از گرمای درون هست، باعث میشه که به صورت ابر یک حاله اونجا شکل بگیره و بارانی جاری بشه از چشم. این باران اشک نیست، باران خون بود. به همین دلیل در سنت ادبی میگفتن عاشق خون گریه میکنه. پس آه گرم آه عاشقه و آه سرد آه مظلومه. اینجا این عاشق مظلوم آهی که میکشه در حقیقت دوگانه است. این آه در سنت ادبی ما آه سرده و آه گرمه. سرد از اون جهت که مظلومانه به دست پدر کشته میشه، گرم از اون جهت که شیفته دیدار پدره، به دنبال پدر اومده، عاشقانه اومده تا پدر رو پیدا کنه. زنیک و بد اندیشه کوتاه کرد. اندیشه کوتاه کردن اصطلاح امروزی هم هست. دست از دنیا شست، دست از چیزی شستن، اندیشه کوتاه کردن به معنای که مطلقاً اون چیز رو کنار گذاشتن و رها کردن. بدو گفت کین بر من از من رسید. سهراب رستم رو خطاب قرار داد و بو گفت من خودم مقصرم، از خودم به خودم رسید. زمانه به دست تو دادم کلید. زمانه کلید را به دست کس دادن، کلید مرگ من، کلید زندگی من رو، کلید مرگ من رو به دست تو داد و تو این قفل رو باز کردی. در حقیقت زندگی من رو خاتمه تو دادی. این اجل بود، این بخت بود، این سرنوشت بود که این کلید رو اختیارش در دست تو داد و به تو داد. میم در دادم مضافون الیه کلیدم هست، کلید من را یا کلید مرگ من را. این ابیات با هم موقوف المعانی هستند. موقوف المعانی یعنی که معنای یکی به معنای دیگری ایستاده است، وقف شده است. باید این دو بیت رو با هم بخونیم بعد معنا کنیم. تو زین بیگناهی، تو خودتو ناراحت نکن، در این جریان بیگناهی که این کوژ پشت یا گوش پشت مرا برکشید و به زودی بکشت. کوژ پشت در
اعتقاد قدمایی فلک دوار رو میگن. معتقد بودن که فلک مانند گوش پشتی است، کسی که پشتش اون کوهان رو داره، گوش پشتی است خمید قامت به علت پیری و کهنگی و قدمتی که داره. بنابراین گوش پشت صفت جانشین اسم برای فلک است و برای سرنوشت است. کنایه از سپه، فلک و آسمان. به سوال امتحانیش توجه کنید. مرا برکشید و به زودی بکش. به زودی یک سوال مهم درش هست. قید اینجا سریع تند. به زودی یعنی قید، نقش قیدی داره. به بازی بکویند همسال من، به ابر اندر آمد چنین یال من. گلایه های جوان شروع میشه. به بازی بکویند همسال من، همسن و سالای من سر کوچه سر محله وایسادن دارن بازی میکنن. به ابر اندر آمد چنین یال من. دوباره از یک ترکیب کنایه دیگری استفاده میکنه. یال به ابر رسیدن کنایه از اینه که از خیلی زود بالنده شدن. بعضی بچه‌ها رو دیدین که میگن خیلی زود بزرگ شد. سهراب از این تیپ بچه‌ها بود، خیلی سریع بزرگ شد. قامت به ابر کشید. ترکیب کنایه‌ای است. و ضرب المثل هم شده. در حقیقت ارسال المثل و تمثیلی هم در این بیت وجود داره. نشان داد مادر مرا از پدر، ز مهر اندر آمد روانم به سر. نشان در حقیقت اینجا اون مهره نیست. منظور البته مهره است که رستم به تهمینه داده بود در شب ازدواجشون و گفته بود که اگر پسر به دنیا آوردی این مهره رو به بازوش ببند و اگر دختر به دنیا آوردی این مهره رو بر گیسوانش ببند. نشان داد مادر مرا از پدر، اشاره ای داره تلمیح گونه از نشان به این من هم تلمیح هست و هم ایهامی در نشان نهفته است که این نشان منظور اون مهره است و معنای آدرس هم داره. آدرسی هم داد، گفت که اینجا برو پیدا کن. ز مهر اندر آمد روانم به سر. روان از مهر به سر آمدن همونیه که اصطلاحاً امروزه میگن جونم به لبم رسید. ترکیب کنایه‌ای است که دقیقاً در معنای جان به لب رسیدن. زجر فراوان میبره تا چیزی رو ببینه و بهش برسه. اون دو بیتی که اینجا مطرح شده، هر آنگه که تشنه شدستی به خون، بیا لودیان خنجر آبگون، زمانه به خون تو تشنه شود، بر اندام تو موی دشنه شود. دو نکته رو در اینجا مطرح میکنیم. این که این دو بیت یک معنای مبهمی دارن. برخی از شارحین این رو گفتن. بعضی گفتن از جمله ظفرنامه مصروفی و نیز در مقدمه شاهنامه بایسونقری این نکته این گونه مطرح شده که این دو بیت ساخته عنصری بوده، عنصری شاعر، و به داستان افزوده شده. این نکته رو در غمنامه رستم و سهراب که گزیده این در منتشر شده در اونجا نقل شده، در صفحه 156 این گونه مطرح کرده. نکته بعدی اینه که این دوتا بیت در حقیقت یک کلیت مفهومی دارن. کلیت مفهومیش اینه که رستم وقتی که ناراحت میشد به هر طریقی بود انتقام میگرفت. اون بحث انتقام جویی رو مطرح میکنه. بیانگر تقابل رستم و زمانه در بیان در مفهومی فلسفی است. یعنی رستم مدام با زمانه می جنگید. این گونه نبود که در مقابل زمانه کوتاه بیاد. اگر بدترین و دشوارترین دشمنان بر او میخواستن چیره بشن، رستم در مقابل زمانه کوتاه نمی اومد و کارش انجام میداد. این حس انتقام جویی یکی از ویژگی‌های حس حماسه است. شما در حماسه اگر توجه بکنید، در حماسه‌های بزرگ جهان هم اینجوره که شخصیت حماسه به دنبال انتقام جویی هست. این ویژگی حماسه است. اما با این توصیفی که عرض کردم خدمتون، این دو بیت رو در شاهنامه شرح استاد دکتر دبیر سیاقی من با معنای دیگری پیدا کردم و این گونه مطرح میکنه: همی جستمش تا ببینمش روی، چنین جان بدادم بدین آرزوی. دریغا که رنجم نیامد به سر، ندیدم در این هیچ روی پدر. نزدیک به واقع این دو بیت هست. من این دو بیت رو بیشتر میپسندم. با فضای داستان، حال و هوای داستان و سادگویی و روانپنداری و سلیس بودن جایگاه زبانی و دینامیسم زبانی فردوسی، این دو بیت منطقی تر به نظر میرسه. البته ما اینجا تصحیح نسخه نمی کنیم، فقط نقل آنچه را که بزرگان کردند اینجا انجام میدیم. معنی احتمالی این بیت هم باید این گونه باشه: رستم هرگاه که به خون تشنه میشد، یعنی میخواست انتقام بگیره، آنقدر از دشمنان میکشت تا خنجرش به خون آلوده میشد. پس رستم انتقام من را از تو خواهد گرفت.
این گلایه‌ایه که سهراب در خون غلتیده داره به رستم میکنه. هنوز نمیدونه که ایشون پدره و مطرح میکنه یادت باشه که رستم فردیه که وقتی که ناراحت بشه انقدر میکشه تا خنجرش به خون آلوده بشه. یعنی رستم میاد انتقام من رو از تو خواهد گرفت. یا به نوعی تعبیر دیگری زمانه انتقام من رو از تو خواهد گرفت. رستم به سراغ تو خواهد آمد و چنان ترسی در بیت بعدیش تو را خواهد گرفت که مو به تنت سیخ میشه. اصطلاحاً امروزه هم مطرح میکنیم. این معنایی که ازش دریافت میشه. کنون گر تو در آب ماهی شوی، تشبیه میکنه، اگر مثل ماهی بری و در دل دریاها گم بشی و اگر چون شبن در دل سیاهی شوی. اغراق و مبالغه رو در فضای بسیار زیبایی فردوسی کنار هم میچینه و در حقیقت سیاهی رو در دل سیاهی میبره، تشبیه میکنه اگر مثل سیاهی، تشبیه در دل تشبیه. و این هست که از نگاه زیباشناسی تشبیه خدمتتون عرض کردم که تشبیه رو قدرتمند میکنه، تشبیه رو فرایندش رو تغییر میده. و اگر چون شب اندر سیاهی شوی و اگر چون ستاره شوی بر سپهر، تشبیه رو قطع نمیکنه، با همون مشبهان به های مختلف میاره. و یا مثل ستاره در دل آسمان بری و گم و گور بشی و ببری ز روی زمین پاک مهر از زمین بکنی. مهر از چیزی کندن، دل کندن، دست شستن، رها کردن مطلقاً، یعنی از اینجا بکنی بری به آسمان. بخواهد هم از تو پدر کین من، پدرم میاد و انتقام من رو از تو میگیره. چو بیند که خاک است بالین من، کافیه بفهمه که من به بالین افتادم، به خاک شده بالین من، سر بر بالین خاک نهادم، بعد میاد از تو انتقام میگیره. تا سر اونجا تموم شد. جا رو دیگه باید درست کنیم. بیت آرایه اغراق داره، بر سپهر شدن کنایه از به آسمان رفتن، مهر از روی زمین بریدن کنایه از قطع علاقه کردنه. پاک قید هست اونجا، به طور کلی مد نظر هست، هم به معنای نیزه، همچنین به هر حال. کین به معنای انتقامه. چو هنگامی که معنا میده اینجا. خاک بالین شدن کنایه از کشته شدن و مردن هست. هر سه بیت اینا با هم موقوف المعانی بودن. از این نامداران گردن کشان کسی هم برد سوی رستم نشان. اینجا پسر با یک دل دردمند این نکته رو مطرح میکنه که یکی از این نامداران، یکی از این پهلوانان میاد و در حقیقت خبر مرگ من رو به گوش پدر میرسونه. نشان اینجا مطلقاً به اعتقاد من باید به معنای خبر مرگ باشه، نه مهره رو بردن. اهمیتی نداره که مهره رو ببر. خبر مرگ من رو اصطلاحاً هم در نفرین هایی که میکنن میگن خبر مرگ تو بیارن. این خبر مرگ نفرین خوبی نیست البته. این خبر مرگ آوردن میگه خبر مرگ من رو کسی به پدرم خواهد رسان. و میگه چی؟ که سهراب کشته است و افکنده خار، تو را خواست کردن همی خواستار. و این نکته رو مطرح میکنن که سهراب کشته شده، از فعل ماضی نقلی استفاده کرده، کشته است و به خواری و خفت بر خاک افتاده و اون موقع است که رستم تو را چی؟ خواستار میشه. به قول بچهای امروزی طلبت میشه، پیدات میکنه هر جا که باشی. چو بشنید، ابیات اینجا با هم موقوف المعانی بودن. چو بشنید رستم سرش خیره گشت. سر خیره گشتن، برخی از شاعران گفتن که متحیر شد. نه، وقتی هم چه خبری رو بشنوی متحیر نمیشه، حیرت زده نمیشی. از شدت ناراحتی سرش گیج رفت، چشماش سیاهی رفت و سرش گیج رفت. خیلی امروزی، خیلی راحت با شرح این ابیات ما برخورد بکنیم. در حقیقت فاصله زبانی ما تا فاصله زبانی فردوسی اگرچه فاصله 1000 سال است، اما به خاطر اون مسئله‌ای که در گشتار در زبان هست، ما اگر 4-5 صورت گشتاری رو در زبان برگردونیم به عقب، به صورت زبانی میرسیم که فردوسی مطرح کرده. بنابراین هر چی که میایم به امروز نزدیکتر میشیم، ما ساخت زبانی رو باید با این انسجام همچنان که خدمتتون جلسات قبل گفتم که نثر بکنیم، به ما کمک میکنه تا به این معنا بتونیم راحت برسیم و معنا رو دریافت کنیم. چو بشنید رستم سرش خیره گشت. سر او مضاف الیه هست. سر رستم خیره گشت. سر خیره گشتن
اگرچه که در سوال امتحانی شما باید پاسخ بدید مات و مبهوت شد، چون در کتاب این گونه نقل شده و شارح کتاب نظرش این بوده، ولی به اعتقاد من سرش گیج رفت. جهان پیش چشماندرش تیره گشت. دلیل دیگر هم اینه چون بعدش میگه جهان پیش چشماندرش تیره گشت. یعنی چی؟ یعنی جهان در مقابل چشماش سیاهی رفت. وقتی چشم سیاهی میره، سرگیج میره، چشم سیاهی میره. این ترکیبی که اصطلاحاً هم مطرح است و آشنا هستید. بپرسید زان پس که آمد به هوش، بدو گفت با ناله و با خروش که اکنون چه داری ز رستم نشان، که کم باد نامش ز گردن کشان. وقتی که سر حال اومد و به هوش آمد، با ناله و درد و خروش و آه و افغان گفت چه نشانی از رستم داری؟ این نشان در این معنا حالا اون علامت هست. چه علامتی داری؟ مهره‌ای داری؟ بازوبندی داری؟ چیزی داری که نشون بده تو فرزند رستم هستی؟ که امیدوارم نفرین میکنه، ناراحته، پدر بچه خودش رو کشته. که کم باد فعل دعاییه. امیدوارم نامش از میان نام گردنکشان صفت جانشین است و از میان نام پهلوانان بیفته. ساخت فعل دعایی رو اگر ما الفی پیش از شناسه سوم شخص مضارع ساده یا التزامی استفاده بکنیم که معنای آرزو، دعا و یا نفرینی رو در بر داشته باشه، فعل دعا ساخته میشه. عمده فعل‌های دعایی که در امتحانات مد نظر شارحین و طراحان سوال هست این چند فعلیه که اینجا من براتون نام میبرم. البته مهم اینه که با ساختش آشنا بشید. مثلا در بود اگر ما الفی قبل از دال اضافه کنیم میشه بواد که در تخفیف باد خونده میشه. اون واو در نزدیکی و قرابت بین واو و الف قالب میشه، واو حذف میشه باد. مثل کند که فعل دعایش میگه کناد، امیدوارم بکنن. دهد که میشه دهاد، نشیند که میشه نشیناد و در حالت منفی مباد، مکناد. از این دست فعل رو فعل دعایی گفتند. بدو گفت اریدون که رستم تویی، بکشتی مرا خیره از بدخویی. نهاد جمله سهراب هست. سهراب به رستم گفت اگر تو رستم هستی یادت باشه که از روی خیره سری، از روی بدخویی من رو کشتی. ذاتت بد بود که من رو کشتی. چرا بهش این رو میگه؟ ابیات بعدی مشخص میکنه که چرا این رو میگه. به خاطر اینکه داره میگه تو اگر بدخو نبودی، ز هر گونه‌ای بودمت رهنمای، از هر دری تو رو راهنمایی کردم که تو رستم نیستی. ز هر گونه‌ای بودمت رهنمای، نجنبید یک ذره مهرت ز جای. یک ذره محبت پدرانه تو به جوش نیامد، همونی که اصطلاحا میگیم خونم به جوش اومد. یک ذره اون محبت پدرانه تو نجنبید از جای خودش که بفهمی نکنه پسرم باشه. چو برخاست، حالا رستم سهراب شروع میکنه و داستان رو نقل میکنه، اتفاقاتی که افتاد، چگونه شد که من به سراغ تو اومدم تا تو رو پیدا کنم پدر. چو برخاست آواز کوس از درم. آواز کوس استعاره اضافه استعاری است، چون کوس یا ساز خودش انسان نیست که آوازی داشته باشه. بنابراین این ویژگی کی است؟ ویژگی انسانه. آواز رو نسبت داشته یکی از لوازم مستعار من رو برای مستعار له آورده و در حقیقت به آواز کوس ازش تعبیر کرده. این حالت رو بهش میگیم استعاره، ترکیب اضافه استعاری یا استعاره مکنیه. چو برخاست آواز کوس از درم، بیامد پر از خون دو رخ مادرم. دو رخ این یک رخ هست، همچنان که در این دوربین وقتی میگن از نیم رخ گرفته بود، یعنی اینکه از این حالت میشه نیم رخ، حالت رو در رو میشه دو رخ. انقدر مادر گریه کرده بود که هر دو رخش به پهنای صورت اشک ریخته بود. این تعابیر رو دقت بکنید، خیلی در اون فهم موضوع کمک میکنه به ما که یک رخ چیه، دو رخ چیه، به پهنای صورت گریه کردن چی بوده. مادر ناراحته که پسر ممکنه بره کشته بشه، با چشم خونبار اومده و خون مجازن یعنی اشک. در مبحث مجاز مطرح خواهیم کرد یا همینجا هم اشاره میکنیم به این نکته که ذهن شما دانشجویان عزیز آشنا بشه با مطلب. مجاز یعنی آوردن کلمه‌ای در غیر معنای واقعی خودش. مجاز 4 رکن داره. یک، ما معنای قاموسی و لغوی داریم برای کلمه.
اینجا خون معنای قاموسیش همان چیزیه که در رگ من و شما جریان داره، مصداقش همونه. اگر ببری خون میاد، هر آنچه رو که میبینی به اون میگن خون. خب این در معنای حقیقیش هست، در معنای قاموسیش هست. اما مجازاً در معنای اشک استفاده شده. از کجا میفهمیم در معنای اشک استفاده شده؟ از قرینه صارفمون. قرینه صارفه یعنی آن قرینه‌ای که ذهن خواننده رو از معنا و از لفظ دور میکنه و به دروغ و مجاز گرایش میده و نزدیک میکنه. قرینه صارفه در اینجا چیه؟ با درخ خونین آمدنه. در حقیقت ما رو به یاد گریه کردن میندازه. این قرینه ذهن ما رو منصرف میکنه به مطلب بعدی. خب اون رابطه و سنخیت بین خون و اشک چیه؟ مشابهته. همچنان که ما اشک رو از دیدگان جاری میکنیم و اشک مایی شفافه که در هنگام ناراحتی جاری میشه، خون هم میتونه از چشم جاری بشه. بنابراین خون با علاقه مشابهت یعنی اشک، مجازن یعنی اشک. خون اینجا مجازن یعنی اشک. پر از خون درخت یک عبارت قیدیه، قید علت معوله. در حقیقت قید حالتیه که مرکب واقع شده و علت معولی شده برای آمدن. با قید حالت معول میشه برای آمدن. اینجوری باید تفسیرش کنیم، معولش کنیم، تفسیرش بکنیم. معول کردن یعنی تفسیر کردن، تعویل کردن، برگردان کردن. ما این گونه این رو تعویل میکنیم که با حالتی آمد که درخت و تمام صورتش پر اشک بود و پهنای صورت گریه کرده بود. همی جانش از رفتن من بخست، یکی مهره بر بازوی من ببست. زمانی که من خواستم حرکت بکنم و سپاه هم حرکت بکنم و بیان، مادر دلافگار شده بود، دلنگران بود از این موضوع. جانش از رفتن من بخست یعنی دلنگران بود. یکی مهره بر بازوی من ببست. یکی مهره یعنی مهره‌ای، یک مهره به بازوی من ببست. مهره البته روی اون تسمه بوده به صورت نوار که بر بازو میبستن. بر بازو بست. اون نشانی که صحبت کرد بالاتر حالا اینجا مد نظر است. مرا گفت کین از پدر یادگار رو ببین تا که آید بکار. مرا گفت یعنی به من گفت. رای حرف در معنای حرف اضافه است، در معنای مفعولی نیست. را در معنای حرف اضافه است. به من گفت این را به یادگار نگه دار و ببین کی به کارت میاد. اصطلاحاً ببینیم کی به دردمون میخوره، کی به کارمون میاد، کی به درد میخوره. مفعول فعل گفت در اون مصرع مرا گفت یعنی به من گفت. چه چیز را گفت؟ اون مطلبی که داخل گیومه اومده، کین از پدر یادگار بدار و ببین تا کی آید بکار. کل این عبارت داخل گیومه مفعول معوله. توجه کنید، مفعول تعویل شده است، مفعول تفسیر شده است برای فعل گفت. بنابراین فعل مفعول میتونه یه گروه باشه، گروه مفعولی معول که برای فعل گفت آمده. کنون کارگر شد که بیکار گشت، پسر پیش چشم پدر خار گشت. اکنون به درد خورد که دیگه فایده نداره. بیکار شدن، بیفایده شدن، بی ارزش شدن. و پسر پیش چشم پدر خار. پیش توجه داشته باشید، پیش حرف اضافه است. پیش و پس به معنای حرف اضافه. سویه رو یه بار براتون گفتم، جانب رو گفتم، طرف رو گفتم. حرفای اضافه خاصی که شاید تو کتب دیگر مقاطع دیگرتون نخونده باشید و بهش توجه نکرده باشید. پیش و پس و اینها حرف اضافه هستن. پسر پیش چشم پدر خار گشت. خار شدن به معنای ناچیز شدن، بی ارزش شدن. چند بیت بعد دوباره با هم موقوف المعانی هستند. همان نیز مادر به روشن روان، فرستاد با من یکی پهلوان. کجا نامان نامور زند بود، زبان و روان از در پند بود. بدان تا پدر را نماید به من، سخن برگشاید به هر انجمن. چون نامور پهلوان کشته شد، مرا نیز هم روز برگشته شد. این ابیات هم با هم چی هستند؟ موقوف المعانی هستند. یعنی معنای یکی بر معنای دیگری ایستاده است. ما هر 4 بیت رو باید قرائت بکنیم تا یک معنا رو دریافت کنیم. و اون اینه که همان نیز علاوه بر این همچنین، دقت بفرمایید، علاوه بر این و همچنین.
به روشن روان قید حالته، از روی دلاگاهی، از روی روشن ضمیری، از روی اون آگاهی مادرانه که به دل مادر برات میشه، که مرگ پسر به دلش داره برات میشه. وقتی که این موضوع به دلش برات شده نگرانه، بنابراین از روی روشن ضمیری میگه پس حداقل دایی تو باد ببر، حداقل یه سر نخی داشته باشی، کسی باشه که به تو بگه پدرت کدوم یک از اینها هستن. و زنده رزم رو با او میفرستانه، این پهلوان تورانی که دایی سهراب محسوب میشه و برادرزن رستم و برادر تهمینه. بین زبان و روان جناس اختلافی است، زبان روان. یک صامت در وسط اینها است که با هم اختلاف داره، زبان روان، به و واو به هم قلب شدن، این بهش میگن اصطلاحاً جناس اختلافی، یعنی در یک صامت با هم اختلاف دارن، از یک جنس هستن، وزنشون یکیه. هرگاه در جناس، ما چند تا جناس داریم، جناس اختلافی، جناس مطرف داریم، جناس ناقص داریم، جناس کامل داریم که مطلقاً خود جناس میشه. مثلا به عنوان مثال اگر دو حرف کلمات روی، حروف روی در دو کلمه یکسان باشه، وزنم یکسان باشه، جناس میشه، مطلق جناس میشه. بام کام به عنوان مثال، بار خار، هم وزنشون یکیه هم حرف رویشون یکیه. این حالت در سج هم اتفاق میفته که خواهیم گفت. کجا نامان نامور زند بود؟ کجا گفتیم از ویژگی های سوال امتحانی شما خواهد بود که این کجا به چه معناست؟ به معنای که سوال امتحانی است، در معنای که هست، از ویژگی سبک شاهنامه محسوب میشه و در سبک خراسانی هم وجود داره، اما اون مطلقاً بهترانه که در سبک شاهنامه اون رو مد نظر قرار بدیم. کجا نامان نامور زند بود؟ نامان پهلوان زند بود، زبان و روان از در پند بود. بدان تا، برای این که اون تا در حقیقت حرف ربط وابستگیه. حرف ربط وابستگی ویژگیش اینه که هم پایگی رو در کتاب‌های دستور پیشین در مقاطع دیگر خوندید که حرف ربط هم پایه میومد بین دو تا کلمه پایه‌شون یکی بود، مثلا علی و حسین، این و میومد حرف ربط هم پایه بود. اما حرف ربط وابستگی بین پایه و پیرو، بین جمله ناقص و کامل ارتباط برقرار میکنه و در حقیقت بین این دو جمله ارتباط رو، وابستگیشون رو به هم نشان میده. این تا در معنای حرف ربط وابستگی. به سوال امتحانیش توجه کنید. بدان تا پدر را نماید به من، سخن برگشاید به هر انجمن. و چگونه به من پدر رو نمایان کنه؟ در هر انجمنی بیاد و سخن رو باز کنه، سر صحبت رو بندازه و در حقیقت نشان بده که اگر پدر تو جمع هست به من معرفی بکنه. چون نامور پهلوان کشته شد، اشاره به همونی داره که در ابتدای داستان من خدمتتون عرض کردم که در آن شب رستم در تاریکی و زنده رزم روبرو شدن با هم. زنده رزم به او گفت که شما بیا در روشنایی رو تو ببینم، این هم زد و او رو کشت و این سرنخ از بین رفت. مرا نیز هم روز برگشته شد. نیز هم، توجه بکنید، سوال امتحانی و خیلی نکته مهمی هست. نیز هم به معنای همچنین. از ویژگی سوال امتحانی میاد، از ویژگی سبکی فقط شاهنامه است. شما مطرح میکنید نه این گونه نیست، در متون دیگر هم استفاده شده. شاهد مثالش چیه؟ حافظ میگه دردم از یار است و درمان نیز هم، دل فدای او شد و جان نیز هم. بنابراین در متون دیگر هم استفاده شده. مرا نیز هم روز برگشته شد. روز برگشته شدن یعنی بخت برگشته شدن، کنایه از برگردان و بخت برگشته شدن است. کنون بند بگشای از جوشنم، برهنه نگه کن تن روشنم. اکنون بیا و بند جوشن من رو، جوشن رو همون لباسی که در حقیقت حلقه های زنجیری هست و روی خفتان میپوشن، اون رو از تن من باز کن، اون زنجیر رو باز کن، خفتان رو باز کن و به بدنم برس. به خاطر این بود اون زنجیرها تو گوشت بدن و اندام می نشست، زیر اون خفتان میپوشیدن. کتابی هست به نام آداب الحرب و شجاعه. این کتاب از ادبیات با متن عربی هستش و در سده 4 و 5 در حقیقت سده 5 نگارش شده. آداب الحرب و شجاعه تمام اصطلاحات جنگ، شیوه سفارایی و نظام و ساختار لشکرآرایی رو اونجا مطرح میکنه. انواع نیزه ها، دشنه ها، خنجرها، تیر، کمان، زوبین، اینها رو همه اونجا مطرح میکنه.
کتاب ارزشمندیه، میشه بهش مراجعه کرد. در همونجا یک تقسیم بندی داره و سپاه رو به یک حالت صلیبی تقسیم میکنه. اون ابتدای سپاه میشه طلایه‌داران، وسطش قلب سپاست، میمنه و میسره و دنباله سپاه هستن که در حقیقت فرمانده سپاه همیشه در قلب سپاه قرار میگرفته. اینا با این آرایش در حقیقت لوزی مانند حرکت میکردن. طلایه‌داران و پرچمداران جلو بودن، هوشیواران و اون سربازای تیم شناسایی جلو قرار می گرفتن با طلایه‌داران. آرام آرام این حرکت میکرد تا می اومد به گوشه ها کشیده میشد، به 2 تا گوشواره سپاه کشیده میشد. گوشواره راست میشد میمنه و میسره، این تقسیم بندی میشد. قلب سپاه بود و برای اینکه قلب سپاه در محافظت باشه و دشمن نتونه شبیخون بزنه و از پشت بیاد و قلب سپاه رو، فرمانده سپاه رو از بین ببره، همین حالت لوزی ادامه پیدا میکرد و پشت سپاه رو میپوشوند. اون کتاب سند ارزشمندیه برای مراجعه به این متن، میتونید مراجعه بکنید و این اصطلاحات رو اونجا خوب ببینید. کنون بند بگشای از جوشنم. حالا بیا لباسمو درآر. چرا سهراب این رو مطرح میکنه؟ اینجا سهراب نیست که مطرح میکنه، این در حقیقت فردوسی است. اون حس نجات پرستی و ارادتی که به ایرانی داره اون گل کرده اینجا. برهنه نگه کن تر روشنم. ما در سنت ادبی ما ایرانی این است که ایرانی از نژاد برتره و ایرانی نژادش رو نژاد پاکی است. در نگاه فردوسی اون جنبه‌های ناسیونالیستی، جنبه‌های ملیگرایی، همه اینها خودش رو نمایان کرده و تعصب خاصش رو داره به این موضوع نشون میده. برهنه نگه کن تن روشنم. ما از نژاد برتر هستیم. من از تخمه و نژاد و ترکه نژاد کی هستم؟ رستم هستم، رستم پهلوان ایرانی. بنابراین به این نکته خیلی باید توجه بکنید در سنت ادبی. تن روشن ویژگی پهلوان ایرانی است و چون فرزند از پدر این نشان رو به یادگار با خودش میبره، پسر این نکته رو به ظرافت مطرح میکنه. بیا جوشن از تن من درار و در حقیقت چیکار بکن؟ تن روشن من رو ببین تا متوجه بشی که من تخمه و ترکه و نژاد تو هستم. چون بگشاد خفتان آن مهره دید، اونجا از جوشن صحبت کرد، بعد از خفتان، چون جوشن رو باز کرده به خفتان رسیده. خفتان لباس بعدی بود که کلفتر بود و عمدتاً از رویه و آستر تشکیل شده بود و مابین این رو با نمد میپوشوندن یا از ابریشم خالص استفاده میکردن. ابریشم خالص باعث میشد که خنجر یا نیزه یا هرچی که فرو میرفت کند بشه. ابریشم کند میکنه، ویژگیش کند کردنه. بنابراین اون زنجیر رویی اجازه نمیداد که اصلا تیر و کمان برسه و اگر هم میرسید نمیتونست از اون خفتان رد بکنه و به بدن برسه و پهلوانان این رو میپوشیدن. چیزی که امروزه به نام لباس ضد گلوله ازش تعبیر میشه. کنون به چو بگشاد خفتان آن مهره دید، وقتی که خفتان رو باز کرد دیگه لباسی تنه پهلوان نبود، پهلوان جوان مهره رو بر بازوش دید، نشان رو دید. وقتی که این حالت رو دید، اونه که سرش گیج میره، سرش خیره گشت و جهان پیش چشمش تیره میشه و غش میکنه میفته. قبل از اینکه بیفته همه جامه بر خویشتن بردارید. شروع میکنه چنگ میندازه به شیوه این که جوانی در سنت ادبی ما، در فرهنگ ما، هنوزم در مناطق اقلیم‌های مختلف ایران وقتی که خانواده‌ای و قومی قبیله‌ای جوانی رو از دست میدن، سر و سینه و صورت به ناخن میخسن، چنگ میندازن سر صورت خودشون تیکه پاره میکنن، جوانی رو از دست دادن، مو میکنن، گیسوان میبرن و بر دست میپیچن. این یک در ادبیات توده، در ادبیات عامیانه، در فرهنگ عامه ما، در فولکلور ما این معنا داره و در حقیقت از غم از دست دادن اون عزیز قامتشون شکسته و مطرح میکنن کمرم شکست، قامتم شکست، سرم شکست و به رسم این در بعضی از مناطق ایران کلاه بر تابوت میاندازن، کلاه بر روی اون جنازه میاندازن، سرشکسته شدیم. به رسم سرشکسته شدن کلاه برمیدارن از سر. همه جامه بر خویشتن بردارید. همی گفت که ای کشته بر دست من، دلیر و ستوده به هر انجمن. اونهایی که گفت چی بود؟ اینا همه جملات مفعولهایی هستن برای گفت. اونهایی که در گیومه هستن مفعول گفت میشن. چه چیز را گفت؟ که ای کسی که به دست من کشته شدی، ای دلیر، ای ستوده در هر انجمن. صفتهای جوان رو داره میگه. دوران جنگ میدیدیم جوانی که از دست میرفت، شهید میشد، خانواده، دوست، نزدیک، قبیله، قوم و شروع میکردن همه در اوصاف او چیزهایی رو میسرودند، حرفهایی رو میزدند، حکایتهایی رو مطرح میکردند. همین ریخت خون، این خون مجازن باز اشکه،
اقراق داره میکنه. همی ریخت خون و همی کند موی از سر بکند، سرش پر ز خاک و پر از آب روی، خاک بر سر ریخته بود و به پهنای صورت اشک ریخته بود، آب بر دیدگانش آمده بود. این مجازها رو توجه کنید، اینها سوال امتحانی است و مجاز با علاقه مشابهت هست که به اشک تعبیر کنه. موهایش را میکند، خاک بر سرش میریخت، اشک میریخت. بدو گفت سهراب. حالا مفعول گروه مفعولی برای این فعل کدومه؟ دوباره مطلبی که داخل گیومه اومده تا پایان گیومه، یعنی تقریبا 3 مصرع رو در بر میگیره، 1 بیت و 1 مصرع رو در بر میگیره که گروه مفعولی معول شما میشه. بدو گفت سهراب چه چیز را؟ این بدتری است، به آب 2 دیده نباید گریست. دیگه گریه کردن فایده نداره، با 2 تا چشم دیگه گریه کردن فایده نداره، پدر نکن. این بدتر از همه است، این کار تو از همه این مطالب بدتره. بدتری است. این بد و ت، دال و ت هم مخرج بوده، کنار هم قرار گرفته. ابتدا از جنس هم شدن، هر دو شدن ت، بعد در هم ادغام شدن. قاعده همنشینی در زبان شناسی است. این قاعده باعث شده بدتر، بعد یکیش در یکی ادغام شده بدتری است. بدو گفت سهراب کین بدتری است، به آب 2 دیده نباید گریست. از این خیشتن کشتن اکنون چه سود؟ از این که ما خیشتن کشتن معناش اینه خودتو بزنی، تو سر کله خودت زدن، خاک بر سر ریختن، صورت و سینه به ناخن خستن. این رو پروین اعتصامی این گونه مطرح میکنه: بر سر خاک پدر دخترکی، صورت و سینه به ناخن میخست، که نه پیوند و نه مادر دارم، کاش روحم به پدر میپیوست. این سنت هنوز در قوم و قبیله جاریه و وجود داره. از این خیشتن کشتن اکنون چه سود؟ چون این رفت و این بودنی بود تا بوده این گونه بوده، دیگه کاری از دست کسی نمیاد. چو خورشید تابان ز گنبد بگشت، تهمتن نیامد ز لشکر بدشت، ز لشکر بیامد هشیوار بیست. شب شد از گنبد آسمان، ترکیب کنایی گنبد کنایه از آسمان، خورشید تابان رفت و غروب شد و رستم به لشکرگاه برنگشت، از لشکرگاه به خیمگاه برنگشته. رسم بر این بود که خیمگاه رو جای دیگه میذاشتن و لشکرگاه جای دیگه است. در ذکر مصیبت سید الشهدا مولا امام حسین اونجا ما مطرح میکنیم که میگیم که از خیمگاه تا کجا؟ تا قتلگاه فاصله بود. در حقیقت قتلگاه امام حسین لشکرگاه بود، اما خیمگاه جای دیگری بود و سپاه دشمن امام حسین حرکت کردن بعد از کشته شدن و شهادت امام حسین، رفتن و چیکار کردن؟ و خیمگاه را به آتش کشیدن. بین خیمگاه و لشکرگاه اختلاف بوده. در خیمگاه اهل حرم، آل، اهل و اهل بیت همه میتونستن همراه باشن، اما در لشکرگاه فقط پهلوانان و اهل رزم و جنگ و اینها وارد لشکرگاه میشدن. عرض میکنم خیلی به دقت رو بار واژگان توجه بکنید، اینا بارهای معنایشون فرق میکنه. خیمگاه رو معنا نکنیم لشکرگاه رو معنا نکنیم خیمگاه، اینا تفاوت دارن با هم. این فاصله ها، بعد مسافت های معنایی رو دقت برش بکنیم. ز لشکر بیامد هوشیوار پیشتر گفته بودم به معنای تیم شناسایی. 20 نفر از تیم شناسایی از لشکرگاه اومده بودن که ببینن چه خبره، کتاب اندر آوردگه کار چیست، ببینن که در این میدان جنگ تن به تن چه اتفاقی افتاده. آوردگه تهمتن از 2 تا ترکیب، تهم به معنای نیرومند، دلیر و شجاع، و تن در اینجا لقب رستم هست. تهمتن یعنی این تهمتن به معنای لقب رستم مثلا صفت جانشین اس شده. تهمتن نیامد ز لشکر بدشت می‌نویسید و جواب بدید که در سوال امتحان کنید تهمتن صفت جانشین اسم است از تهم و تن، کسی که تنش تنومنده، دلیر، شجاع و اینا رو همه معنا میده. این چیست؟ یادمون باشه چی استه، چی میشه مسند، است میشه فعل ربطی. کیست، کی میشه مسند، است میشه فعل ربطی. به این ریزکاری‌های دستوری توجه بکنید که در افاده معنا و اون انتقال معنا مؤثر هست. وقتی که این 20 هوشیار این تیم شناسایی اومدن، دیدن که در میدان این نبرد 2 تا اسب برپا وایساده. 2 اسب اندران دشت برپای بود، پر از گرد و خاک هم همه جا رو گرفته بود. رستم دگر جای بود. اینجا بیت‌های بعدی به ما یادآوری میکنه، تذکار میکنه که چی؟ رستم دگر جای بود. معلوم هم نبود رستم کجاست، کسی نفهمید رستم کجاست. از اون 20 نفر هوشیوار وقتی اومدن نفهمیدن اصلا رستم کجاست.
گو پیلتن را، گو پیلتن دوباره صفت، گو به معنای پهلوان، پهلوانی که پیلتن شبیه پیله، هیکل تنومندی داره و کنایه از رستم میشه. به کنایهش توجه کنید، کنایه از رستم. گو پیلتن را چو بر پشت زین، پشت زین مطلقاً مجازاً به معنای سوار و اسب ندیدن، اون گردان، اون تیم شناسایی بر آن دشت اومدن و پهلوان رو بر پشت زین سوار ندیدن، گمانشان آنچنان گمان کردن که کی کشته شده؟ رستم کشته شده. تصور اولیه‌شون بود که رستم کشته شده و با کشته شدن او سر نامداران همه گشته شد. کتاب بزرگواران شارحین کتاب مطرح کردن که سر نامداران همه گشته شد. سرگشته شدن به معنای در حقیقت همه نامداران حیران شدن. اما دوستان دانشجو اگر توجه بکنیم، اون که میگم ظرافت‌های معنایی رو باید دقت کنیم، انسان وقتی این اتفاق براش میفته حیران نمیشه. سر نامداران همه گشته شد یعنی همه سرشکسته شدن. نامداران سرشکسته شدن، قامت شکسته شدن، بزرگشونو، عزیزشونو، سرورشونو، آقاشونو از دست دادن. بنابراین نمیتونه همچین معنایی باشه که سرگشته و حیران بشن. حیران متعجب، حیران شدن یعنی متعجب شدن و متعجب شدن علامت فیزیکی داره. انگشت حیرت بر دهان گرفتن در سنت ادبی. ما به سنت های ادبیمون خیلی باید توجه بکنیم. بنابراین این معنا رو بنده نمیپسندم و شما برای سوال امتحانیتون همون مطلب کتاب رو باید اشاره بکنید. سر نامداران همه گشته شد، همه نامداران سرگشته و ایران شدن. بله، برای سوال امتحانی این رو پاسخ کنید. ولی برای درک موضوع به این مفهوم باید برسید که نامداران همه سرشکسته و سرافکنده شدن، انگار بزرگشون و سرورشون کشته شده. به کاووس کی تاختند آگهی. آگهی تاختن یعنی پیکی فرستادن. مثل امروز هم مطرح میکنیم، یه پیک فرستادن به دربار کاووس شاه که اطلاع بده که تخت مهی شد رستم تهی. تصورشون اینجوری بوده که رستم کشته شده. توجه کنید، پس حالا اثبات میشه که رستم دگر جای بود، یعنی اینا رستم رو ندیده بودن، نمیدونستن رستم کجاست، تصور کرده بودن که رستم کشته شده. و برو چیو بگو، آگهی تاختن که بره این جمله رو بگه، تخت مهی شد رستم تهی را بگوید. آنچه که داخل گیومه است دوباره مفعول معول شما میشه، گروه مفعولی معول میشه. بین مهی و توهی جناس ناقص هست. مهی توهی، ناقص اختلافی در حرف اول، فقط حرف اولشون میم و ت با هم اختلاف داره. ز لشکر برآمد سراسر خروش، همه لشکریان شروع کردن، سراسر رو همه، تمامی، دقت کنید به این قید، همه تمامی. خروش و ناله بلند شد، زمانه یکایک برآمد به جوش. زمانه مجازاً مردم زمان است. خود روزگار و زمان و مطلق زمان نمیتونه بجوشه، به خروش بیاد. اما مردم مجازاً اونهایی هستن که در ظرف زمان قرار گرفتن، در اون لحظه در لشکرگاه بودن، بنابراین میشه ظرفیت زمانیشون. در اون ظرفیت زمانی اون افرادی که اونجا بودن تازه مردم هم نیستن، اونایی که تو لشکرگاه و خیمگاه و اینها هستن. خروشی برآمد بلند شد. یکایک اینجا به معنای ناگهان. سوال امتحانی توجه کنید، یکایک ناگهان، ناگاه خروشی برآمد از سپاه. به خروش و جوشش آمدن کنایه از غوغا شدنه. غوغایی شد، بلوایی شد، آشوبی شد. بفرمود کاووس تا بوق و کوس، دمیدند و آمد سپهدار دوست. به سنت‌های ادبی باز برگردیم، این خیلی نکات مهمی داره. رسم بر این بود که امکانات اطلاع رسانی کم بود، با ساز و دهل و در حقیقت با آواز کوس صدا رو منتقل می‌کردن و این صداها زندگی برای انسان قدیم، برای انسان این نسل که فردوسی داره صحبت میکنه، رنگ خودش رو داره، صدای خودش رو داره زندگی. وقتی صدای غم رو میخواستن ابراز کنن و به گوش همه برسونن و بلندگو که نبود، امکانات که نبود، پیک که نبود، تلفن که نبود، بعد این صدا رو میرسونن، از نغمه های موسیقی استفاده میکردن. در دسته‌بندی این موسیقی مقامی کهن ما یک موسیقی راست داریم، یک چپ داریم. اجراهای راست عمدتاً اجراهایی هستند که شور و شعف و شادی رو القا میکنن و اجراهای چپ عمدتاً اجراهایی هستند که مثل مارش عزا و شیپور عزا و کوس عزا و اون دهل عزا، صدا به همه مزرعه و کشاورزی و منطقه میرسید، همه میشنیدن. از اون اجرای چپ متوجه میشدن که عزیزی مرده، کسی از دست رفته. بلافاصله بیل و داس و رو زمین مینداختن و بدو میومدن به روستا و ده و متوجه میشدن که کسی از بین رفته و در تشییع جنازه او شریک میشدن. این آداب
و همین در سنت ادبی ما به یادگار مانده تا زمانی که بعدها برای در شهادت امام حسین این ساز چپی نواختن در موسیقی لرستان هنوزم هست. چپی نواختن در حقیقت همین مارش عزاست که با دهل و ترکه‌ای که پشت دهل میزنه این ایجاد ریتم و آهنگ آنچنان هست که حزن و اندوه رو دو چندان میکنه و هر کس از دور چپ رو میشناسه متوجه میشه که عزیزی کشته شده، در عزای کسی هستن. بعدها سرنا میاد به کنار این دهل قرار میگیره و میشه ساز و سرنا. دهل و سرنا با هم همراهی میکنن. سرنا سازی است که در حقیقت شیپوری هست و نواختن اون این قابلیت رو و ساز پروسعتی است، وسعت زیادی داره، بنابراین میتونه این اجرا رو خوب انجام بده و صداش صدای بلندی هست. کاووس بوق و کوست نواختن، شیپور عزا نواختن. سپهدار طوس فرمانده بزرگ سپاه ایران، او وقتی که صدا رو شنید، صدای بوق و کوس رو شنید، متوجه شد که عزیزی کشته شده. از آن پس بدو گفت کاووس شاه کزی در هیونی سوی رزمگاه. کاووس گفت که هیونی بفرستید. هیون مطلقاً به معنای شتر هست، استر هست، قاطر هست، اما هر جانور بزرگی مثل شتر، استر و قاطر، ولی عمدتاً نمیتونه این پیک باشه. یقیناً هیون مجازاً یعنی اسب تیزرو. هیونی به رزمگاه بفرستید، شتر که نمیتونه بره پیغام ببره، پیغام بیاره که، چون کند میره. فیل که نمیتونه این کارو بکنه که، کندرو نمیتونه. بنابراین هیون اینجا مطلقاً باید مجازاً به معنای پیک و قاصد بگیریم، پیک و قاصدی که سوار بر اسب تیز پی هست، تا بره و خبر بیاره که چه اتفاقی افتاده. حالا سپهدار طوس از پهلوانان ایرانی دربار کاووس پسر نوذر هست در شاهنامه. توجه بکنید، این نکته هم داشته باشید اگرچه سوال امتحانی شما نخواهد بود. طوس پهلوان سپهدار دربار کاووس شاه هست، پسر نوذر از پهلوانان بزرگ شاهنامه است. از آن پس بدو گفت کاووس شاه، دستور باد به سپهدار خودش طوس، هیونی و اسبی پیکی بفرستید به رزمگاه، بتازید، به سرعت بره. از این بتازید میفهمیم که اونجا اسب و پیک سریع باید باشه. بتازید تا دوباره حرف ربط وابستگیه. سوال امتحانی. تا چی؟ تا کار سهراب چیست؟ کار میشه مسند الی یا نهاد شما. سهراب کار سهراب مطلقاً میشه نهاد شما و مسند الی شما. چی میشه مسند؟ اسب میشه فعل ربطی شما. که بر شهر ایران بباید گریست. باید، اینجا شهر مجازاً به معنای مردم ایرانه. برای شهر گریه نمی کنیم، برای مردم گریه می کنیم اگر اتفاقی افتاده. ببینیم مردم عزادار شدن، چه اتفاقی افتاده، باید به حال این سرزمین گریه کرد. اگر کشته شد رستم از چنگ او، از ایران که یارد شدم چنگ او تنگ او. برید ببینید، اگر که شرط میاره، بیت شریطه میاره، اگر رستم از دست او کشته شده، از ایران کیو داریم تا بتونه هم نبرد او باشه، بتونه در مقابل او بایسته و با او بجنگه. اگر نه این گونه نیست، کسی رو نداریم که هم آورد او باشه، پس گروهی حمله کنیم، به انبوه زخمی بباید زدن. گروهی دست جمعی حمله کنیم. زخم زدن به معنای ضربه زدنه. بر این رزمگه بر نشاید بودن. شایسته نیست، درست نیست که ما اینجا وایسیم و ببینیم پهلوانمون کشته شده. گروهی حمله کنید و کار اون پهلوان رو بسازید، این جوان رو بکشید، صلاح نیست. ابیات موقوف المعانی دوباره پشت سر هم مطرح میشه. چو آشوب برخاست از انجمن، چون این گفت سهراب با پیلتن، که اکنون که روز من اندر گذشت، همه کار ترکان دگرگونه گشت. همه مهربانی بدان کن که شاه، سوی جنگ ترکان نراند سپاه. که ایشان ز بهر مرا جنگجو، یکا یک به ایران نهادند رو. بسی روز را داده بودم نوید، بسی کرده بودم زهر در امید، الی آخر تا آنجا که مکن جز به نیکی بدیشان نگاه. خب تمام این عبارت از بیت چو آشوب برخاست از انجمن، چون این گفت سهراب با پیلتن، از که به بعد 1 2 3 4 5 بیت ما داریم که همش گروه مفعولی است که در جواب اون فعل اول مطرح شده. یعنی ما میتونه گروه مفعولیمون انقدر معول بشه و انقدر گروه باشه که انقدر طولانی بشه، 5 بیت بشه، 10 بیت بشه. تمام اون پیغام در اونجا گنجاده شده. هنگامی که آشوب از انجمن برخاست و سپاه همه سر صدایی و بلوایی برپا شد، سهراب به پهلوان گفت، به پیلتن گفت، به پدر خودش گفت، به رستم گفت
کاری برای من بکن. و اون اینه که اکنون که روز من اندر گذشت. روز کسی گذشتن کنایه از اجلش رسیدنه، کارش تموم شدنه. همه کار ترکان دگرگونه گشت. کار سپاه ترک هم تغییر کرد. وقتی من فرماندهشم کشته میشم، روز از من گذشته، دیگه امیدی برای آینده اون سپاه وجود نداره. یک مهربانی کن، همه مهربانی بدان کن. در حقیقت میگه محبتی کن، لطفی کن. و در نزد کاووسشاه این جمله رو مطرح کن و مطرح کن که کاووسشاه دستور بده کسی با سپاه ترک کاری نداشته باشه. چرا؟ چون اونا به خاطر من اومدن. سوی جنگ ترکان نراند سپاه که ایشان که تعلیله، زیرا که، سوال امتحانی، زیرا که ایشان، این سپاه، به خاطر من، از بهره، از برای، این همون حرف اضافه مزدوج میشه. پس از بهره رو اضافه بکنید به اون حرفای اضافه مزدوج. از بهر مرا یعنی به خاطر من جنگ جویانه آمدند و یکایک به ایران نهادند روی. به خاطر من را در نقش حرف اضافه اونجا نقش ایفا کرده. جنگجویانه از حالت قیدی داره. این قید معوله، حالت قیدی داره، باید بهش توجه بکنید. سوال امتحانیه که ایشان را ز بهر مرا جنگجوی در چه معنای استفاده شده؟ شما باید به گزینه‌ای پاسخ بدید که معنای جنگجویانه داشته باشه و در نکات دستوری حالت قیدی تعریف شده باشه. یکایک سوال امتحانیه، ناگهان، بی تأمل، یکایک، بدون درنگ پا شدن با من اومدن. بسی روز را داده بودم نوید، من روزهای خوشی رو بهشون نوید داده بودم. بسی کرده بودم زهر در امید، امیدهای بسیاری داده بودم. جوان به این سپاه گفته بود که ما میریم و پدرم رو پیدا میکنیم، تخت و تاج رو از کاووس میگیریم، پدرم به تخت مینشینه، بر میگردیم، همه در ناز و نعمت زندگی میکنیم، سراغ افراسیاب تورانی میریم، او رو از پای در میاریم. و از این امیدها زیاد داده بود به سپاه خودش. نباید که بینن رنجی به راه. پدر شایسته نیست اونا دردی بکشن، رنجی بکشن، مصیبتی بکشن، صلاح نیست به اونها این مصیبت وارد بشه. مکن جز به نیکی به دیشان نگاه، با چشم خوب به اونا نگاه کن، اونا گناهی ندارن. رستم هم وقتی که این رو میشنوه، چو بشنید نشست نشست از بر رخش رستم چو گرد تشبیه گرد و خاک خیلی سریعشون بلند میشه و چه شبه قوی و غنی و خوبی هست. نشست از بر رخش رستم چو گرد. این گرد در تشبیهات دیگری در ادبیات نوین ما هم خوب نشسته و شاعرای معاصر هم خوب ازش استفاده کردن. استاد هوشنگ ابتهاج در اون بیت میگه غبار بی سوار، این گرد و غباری که سوار با سرعت میره، گرد و غبار پشتش ایجاد میشه. این سرعت رو در این غباری برخاستن و گرد و خاکی بلند شدن ما اینجا هم داریم. در این سرای بی کسی به در نمیزند، به دشت پر ملال ما پرنده پر نمیزند، یکی ز شب گرفتگان چراغ بر نمی کند، دریغ که از شبی چون این سپیده سر نمیزند. نشستم در انتظار این غبار بی سوار. اینجا اون مطلبی که عرض می‌خواستم بکنم از قول استاد هوشنگ ابتهاج همین نکته است. در انتظار این غبار بی سوار، غباری اومده، سرعت این غبار خیلی زیاده، اما بعدش می‌بینیم که سوارکاری در کار نیست. این تشبیه سازی عمدتاً با غبار و گرد این گونه مرسوم شده. نشست از بر رخش رستم چو گرد، به سرعت، پر از خون رخ و لب پر از باد سرد، به پهنای صورت خون گریه کرده بود. خون گفتیم مجازاً یعنی اشک، لب پر از باد سرد. دوباره یک سنت ادبی رو باید براتون توضیح بدیم. سنت ادبی لب از باد سرد پر بودن. این یعنی چی؟ باد سرد معنی چیه؟ کنایه از افسوسه. کسی که حسرت میخوره، دردی، حسرتی داره و آه سردی میکشه، این لب پر از باد سرده. باد سرد در حقیقت کنایه از چیه؟ آه حسرته، افسوسه، دریغه. بیا آمد به پیش سپه با خروش، سری اومد با خروش و عجله به پیش سپاه، دل از کرده خیش با درد جوش. و دردمند و جوش زده بود، هرس میخورد از این که کاری که کرده بود، خطایی که کرده بود، فرزند خودش رو کشته بود. چو دیدند ایرانیان روی او، همه برنهادند بر خاک بود. سپاه ایران وقتی که او رو صورت این رو دیدن، در حقیقت صورت مجازاً این کل قامت رستم رو دیدن رستم با این عظمت داره میاد، خوشحال شدن
که او کشته نشده. سر به خاک گذاشتن و شروع کردن به چی؟ به شکرگزاری اهورامزدا و ستایش به درگاه کردگار. ستایش گرفتند بر کردگار که او زنده باز آمده است. برای چی؟ این مصرع بعدی قید علت معول هست برای اون اولی. برای چی ستایش گرفتن و سجده کردن؟ برای اینکه خداوند بهشون اهورامزدا به اونا عنایت کرده و رستم کشته نشده. چو زان گونه دیدند پر خاکسر، دریده بر و جاو مخسته بر. وقتی دیدن که خاک بر سرش ریخته، دریده بر، لباساشو پاره کرده، جامه رو پاره کرده، خسته بره، دل خسته و دل مجروحه. به پرسش گرفتن که این کار چیست. همه پرسیدن جریان چیه؟ این کار چیه؟ تو را دل بر این گونه از بهر کیست؟ برای کی این گونه دل تو شکسته؟ برای چی اینقدر تو نگرانی؟ دل خسته و رنجوری. تو را دل رای فک اضافه است. هرگاه بین مضاف و مضاف الیه اضافه مقلوب صورت بگیره و را ما بین اینها بیاست، تو را دل یعنی دل تو را. در حقیقت این بوده. این را رو میگن رای فک اضافه، یعنی بین مضاف و مضاف الیه جدایی معکوس میندازه و مقلوب میندازه. بگفتن شگفتی که خود کرده بود. جریان رو توضیح داد براشون. گرامیتر خود بیازرده بود. گرامیتر هم به معنای فرزند، عزیز گرامی. همین روز هم در لرستان به همین معنا استفاده میشه. فرزند خیلی عزیز رو عزیز گرامی میگن. همه برگرفتند با او خروش، زمین پر خروش و هوا پر ز جوش. همه شروع کردن با او هم صدا ناله کردن. زمین پر از خروش شد، آسمان پر از جوش شد. در حقیقت اقراق و مبالغه خیلی زیادی میکنه، اقراق میکنه و آه و درد و افغان و خروش و ناله رو یک جا در فضای داستان فردوسی جاری میکنه. چنین گفت با سرفرازان. کی این رو گفت؟ نهاد رستم هست که من نه دل دارم امروز گویی نتم. من دل و دماغ ندارم. همین اصطلاحی که امروزه گفته میشه، دل و دماغی ندارم، چیزی ندارم. فقط شما یه کاری بکنید، شما جنگ ترکان نجویید. کسی حق نداره به سپاه ترک حمله کنه. همین بد که من کردم امروز بس، این دسته گلی که من آب دادم، این خیانتی که کردم، این فرزند کشی که کردم، این نخبه کشی که کردم، این بسه. شما دیگه به سپاه توران حمله نکنید، به سپاه ترکان حمله نکنید. چو برگشت از آن و این جریان روزگار خبر رو رسوند و نقل قول و خواهش پسر رو منتقل کرد به سپاه که نکنه به سپاه توران حمله کنه. بعد برگشت پیش پسر. چو برگشت از آن جایگه پهلوان، بیامد بر پور. پور در متون پهلوی پوهر هست و بعدها تبدیل شده به پسر. بیامد بر پسرش خسته روان، با حالتی رنجور، ناراحت، دردمند. بزرگان برفتند با او به هم. رسمه وقتی که عزیزی از کسی میمیره، دیگران میرن، همسایه ها، دوستان، آشنایان زیر بغلشون میگیرن، آرامش بهش میدن، تسلی بهش میدن، میخوان دعوتش کنن به صحیح صدر و به آرامش. از جمله کی؟ چو توس و چو گودرز و چون گستهم. این چوها همه از جمله معنا میشه. از جمله توس، از جمله گودرز و از جمله گستهم، پهلوان ایرانی. از پهلوانان گودرز و گستهم از پهلوانان سپاه ایران بودند. همه لشکر از بهره دوباره حرف اضافی مزدوج است. آن ارجمند که همه به خاطر رستم بزرگوار راه افتاده بودند. زبان برگشادند یک سر به پند. زبان به پند برگشادن البته اینجا به معنای نصیحت کردن نیست، دعوت به آرامش کردن. طرف عزیزش مرده، بری نصیحتش کنی که چی؟ نه، دعوتش به آرامش میکردن. همه اینا داره اون دعوت به آرامش میکردن. و در اون آرامش چی رو میگفتن؟ این جمله رو میگفتن که درمان این کار یزدان کند. یزته این صورت پهلوی یزدان هست و به معنای اون ایزد پاکی و نیکی و نگهدارنده پاکی و نیکی است. درمان این کار یزدان کند، مگر کین سخن بر تو آسان کند. مگر او یزدان بتونه این سخن رو، غم مرگ پسر رو برای تو هضمش کنه، آسان کنه هضم غم مرگ پسر رو. رستم در این جریان یکی دشنه بگرفت رستم به دست. دشنه ای رو برداشت، میخواست سر خودش رو ببره که از تن ببرد سر خیش پست قیدی هست که برای تأکید در بریدن اومده، برای تأکید در سر بریدن رستم میخواد به خفت و خواری خودش رو بکشه. سوال امتحانی توجه کنید، به خفت و خواری. بزرگان بدو اندر آویختن، ز مژگان همی خون فرو ریختن. بزرگان آویزون شدند، گرفتنش، دستشو گرفتن و از مژگان، انسان از مژش خون نمیریزه، از مژگان خون فرو ریختن مجازن از
چشم اشک ریختنه. این با علاقه جزء و کل. مژه جزئی از چشم است، بنابراین علاقهش علاقه جزء و کله. خون هم مجازاً باز اشک، همی خون فرو ریختن اقراق میکنه، آرایه اقراق، خون گریه میکردند. بدو گفت گودرز که اکنون چه سود، که از روی گیتی برآری تو دود. گودرز این پهلوان نامدار ایرانی به رستم اشاره کرد و رو به رستم کرد و گفت چه سود داره؟ چه چیز را گفت؟ دوباره مفعول در گیومه شروع میشه، گروه مفعولی شما. که اکنون چه سود داره؟ چه خاصیتی داره که تو از روی گیتی برآری تو دود؟ اگر زمین و زمان رو به آتش بکشی و دود این آتش به آسمان ها بره هیچ کاری صورت نمیگیره. بنابراین کار تو بیهوده است، اینقدر خودت رو اذیت نکن. تو بر خویشتن گر کنی صد گزند. اگر صد افاده کثرت بکنی، اینجا قید کثرته، توجه داشته باشید، قید کثرت هست. اگر تو 100 تا زخمه و ضربه به خودت بزنی چه آسانی آید بدان ارجمند. آیا خاصیتی برای اون جوون به خاک و خون افتاده، در خون تپیده، خاصیتی داره؟ نه هرگز. استفهام انکاری، آرایه استفهام انکاری داره. حالا مطرح میکنه اون چیزی که در ادبیات ما، در تعلیمات ما و مؤلفه‌های آموزشی ما هم ملی هم دینی مورد نظره. فردوسی وارد داستان میشه، خودش این حرفو میزنه. اگر ماند او را، از قول گودرز این رو میگه، اگر ماند او را به گیتی زمان، اگر زمان به معنای عمره، اگر عمرش تو این دنیا باشه به گیتی بماند، تو بی رنج با او بمان. میگه اگر واقعا در مقدرش باشه، پیشینی نوشتش باشه، سرنوشتش باشه که زنده بمونه، بنابراین تو خودتو ناراحت نکن، بماند، تو بی رنج با او بمان، تو هم بدون نگرانی با او زندگی تو ادامه بده. و یا نه وگر زین جهان این جوان رفتنیست، به گیتی نگه کن که جاوید کیست. و اگر مقدر باشه که بمیره، حالا اینجا تسلیش میده. خب نگاه کن کی زنده مونده تا حالا، کی سر زنده پیشه به اون دنیا رفته؟ همه میمیرن و میرن. بنابراین تو آرامشتو حفظ کن و نگران نباش، به گیتی نگه کن که جاوید کیست. تسلی خوبی میده، همونی که ما اصطلاحا نگاه میکنیم در اونهایی که اطراف عزادار هستن، بهش میگن که خب نگاه کن فلانی مرد، فلانی مرد، فلانی مرد. خب راه حقیه، کاری از دست کسی نمیاد، آرامش میکنن. فردوسی پیام داستان رو در بیت آخر اینگونه نطرح میکنه که انسان در مقابل عظمت مرگ، قیاس بین یک نقطه کوچک است در برابر یک عظمت. شکاریم یک سر همه پیش مرگ، همه در مقابل شاهین مرگ، اون شکارچی مرگ، همه یک شکار کوچولو هستیم، همه یک پرنده ناچیز و کوچک هستیم که در چنگال مرگ گرفتاریم. سری زیر تاج و سری زیر ترگ. سرت زیر تاج باشه کنایه از سلطان باشه، سرت زیر ترگ باشه کنایه از کلاه سربازی و زیر دستی بر سرت باشه. در آیین کلاهداری، این نکته رو من خدمتتون عرض بکنم، سالها پیش یک تحقیقی من در آیین کلاهداری و کلاه نهادن و کلاه برداشتن و به تعبیر امروزی ها کلاه برداری، این تحقیق رو انجام داده بودم. بعد متوجه شدیم که تاریخچه کلاه به جایگاه و منزلت و شخصیت اجتماعی افراد بستگی داشته. هرچه که این کلاه در دوره‌های مختلف البته اون آرایشش فرق می‌کرده، کلاه بالاتر بود، مقام و جایگاه بالاتر بود. این رو شما در زمان قاجار می‌بینید که امیرکبیر کلاه بلندتری از دیگران داره در دربار قاجار. این عظمت و جایگاه و رفعت جای رو نشون میده. و زیردستان و سربازان کلاه‌های شبیه عرقچین بر سر می‌گذاشتن و مخصوصا زندانیان کلاه راه بر سر می‌گذاشتن. این نشون میده که این جایگاه و این منزلت پایین بود، جایگاه دونی بود. حالا فردوسی از این ترکیب استفاده میکنه. سری زیر تاج داشته باشی یعنی سلطان باشی، کنایه از سلطان بودن. سرت زیر ترگ باشه، کنایه از سرباز بودن، فرقی نمیکنه. ما بین این دوتا از سلطان تا سرباز یک کلیت از نگاه فلسفی. بنابراین هر کی که باشی به هر جا برسی آخرین منزل هستی این است. پروین اعتصامی خوب این رو مطرح میکنه. هر که باشی و ز هر جا برسی آخرین منزل هستی این است. وقتی که در مقابل مرگ قرار میگیری، هر که هستی، هر جا باشی، در مقابل مرگ ناچیز هستی و ناتوان. سپاسگزارم از لطف شما.